سلام، من کیان سیاوشانی هستم و امروز میخوایم راجع به یک ساز سنتی ایرانی صحبت بکنیم به نام سنتور. سنتور بسیار ساز جالبی است. در آمریکا این ساز زیاد معروف نیست ولی در موزیک ایرانی خیلی شنیده می شود. سنتور حتی در موزیک پاپ و رپ ایرانی هم وجود دارد. این ساز در هند هم استفاده می شود و سنتور ایرانی از یک ساز هندی بسیار قدیمی درست شده است. سنتور 100 تا سیم دارد و هر گروه از سیم‌ها یک صدا می‌دهند. سنتور به شکل زوزنقه است و معمولاً از چوب درخت گردو درست می‌کنند. این ساز با 2 تا مزراب به صدا می‌آید. این هم از چوب درخت گردو درست میشه. سنتور به فارسی یعنی 100 تا سیم، برای اینکه بعضیاشون 100 تا سیم دارند و بعضیاشون 70 تا دارند. سنتور حتی در ایران خیلی ساز معروف است و صدای بسیار قشنگی ایجاد می کنند. امیدوار هستم که بعد از شنیدن این خبر شما یک روزی سنتور رو برداری و خوب بتونی بزنی. مرسی که به این خبر گوش دادید و امیدوارم که راجع به سنتور یاد گرفته باشید.